این مسئله داغ است در روزا. ایره دعا کنین که الله ای حسادت و ای دشمنی و عداوت مابینی ما را الله به فضل و کرم و به برکت رمضان دور بکنه. تمام امت مسلمه را اینمی حسادت و اینمی بغض و اینمی عداوت برهم زده. اتفاق ما را از بین برده. ای که ای شیعه هست، ای سنی هست، ای ده فلان مذهب است، ای ده فلان مذهب است، ای فلانی است، ای فلانی هست. ای کار انگلیس است که ما را ده بین اخته کرده. ای را باید داشته باشین که جنگ امریکا و اسرائیل به همراه شیعه نیست. ای جنگ امریکا و اسرائیل همراه اسلام هست. امریکا و اسرائیل فکر از بین بردن اسلام دارن. او فکر از این نداره که بیای شیعه است و ای سنی هست. در عراق امی گپار انداخت که شیعه است و سنی است. در سوریه، در افغانستان که 20 سال بود کجا بود شیعه؟ گپ شیعه بود؟ نه. در دیگر ممالک هدف امریکا و اسرائیل فقط و فقط ضعیف ساختن مسلمان هست. چرا که 1200 سال به دنیا مسلمان امپراتوری کرده. بادشاهی و قوت و حاکمیت اسلام بوده. نمیخواه که امریکا و اسرائیل که دوباره این مسلمانان به پای خود استاد شون و سر دنیا حاکمیت داشته باشند. فقط بنام مسلمان که سر خود بلند کرد اموجا قلم میکنه سرشا. دور از حاضر مجلس ما باشه، بیادبی ما باشه. مسلمانی که یا از سر میبریش یا خسیش میکنه. یا چی میکنه؟ بسیار ممالک دیگر خسی کرده. ممالک عربی را کلش خسی کرده به شمول پاکستان. کس نگوید که برو هم مملکت اسلامی سو ایتوم دارانی و خسی شده است. ایتومش در اختیار خودش نیست، در اختیار انگلستان و در اختیار امریکاست. مسلمان میگه یا سرش میبرم یا زیرش میبرم. یک شباید بریده شوه و همینطور کرده یا نکرده؟ راست بگوید. تمام ممالک عربی مثل حیوان و چارپای خود جور کرده. رسپان به دست امریکا داده یا نداده؟ رسپانش به دست امریکاست. یک ذره صدای خود بلند کرده نمیتانه که نشانه استقلالیت باشه که او بگوی که من یک مملکت مستقل هستم و این سر ما در سر گردن خود ما هست و اینطور بکو یا اینطور نکو. هیچ چونگ خود کرده نمیتانه و صدای خود کشیده نمیتانه. غلامی دیگه دم داره، شاق داره. همینطور هست یا نیست؟ راست بگوین. ای الله به ما گفته بود و اعد لهم ما استطعتم من قوه. در مقابل دشمن قوت قدرت خود بگیرین، توانایی آمدگی خود داشته باشین. در او زمان شمشیر بود و اسب بود و زری بود و نیزه بود، این چیزا بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. حال او چیزا نتیجه نمیتا، حالی توفنگ هم نتیجه نمیتا، حالی میزایل است و بی پیلوت است و ایتوم هست و یک سویچ بزن و اوجا برا. ایرا الله به ما امر کرده که مسلمان در مقابل دشمن خود آمدگی بگی، بترسان دشمن را. در بین خود جنجال نکنین که فتذهب ریحکم، ورنه بادتان میره. الله در قرآن گفته به ما ولا تنازعوا. تنازع، جنجال، اختلاف در بین خود درگیر نشوین ورنه تذهب ریحکم. بادتان چی میشه؟ بادتان یعنی قوتتان از بین میره، در بینتان مصرف میشه قوتتان. همینطور هست. یعنی این مرمی ها و این اسلحه ها شهیدایی که از این طرف شد و پاکستان که با اشارات امریکا می جنگ کتی افغانستان. صحیح است؟ ولسش خو مسلمان هست، نام خو به نام مسلمان هست، مملکت اسلامی هست. اگر امی قوت و امی توانایی و امی مرمی و امی چیزا در مقابل اسرائیل و کافر استعمال میشد، خوب بود یا نبود؟ خوب بود یا نبود؟ علی در بین خود استعمال میشه. چقدر بدبختی است. این کار کیست؟ کار انگلیس است. مگه در بین خود آوا خود کو مایی بگی.
الله گفته بود که شما در مقابل دشمن و کافر آمدگی بگیرین، قوت خود جور کنین. ایران تا یک حد کوشش کرد خود جور کرد. این ممالک عربی در عیش و عشرت و در عیاشی خود کل وقت صرف کردن، مال خود را در عیش و عیاشی خود زدن. امروز او در کدام حال هست؟ و انشاءالله که پیروزی از آن ایران هست و در 4 طرف بادشاهی و حاکمیت کی خواهد بود؟ ایران خواهد بود. یک مملکت عربی هم سر خود بلند کرده نخواهد تانیز از پیشش. ای غیرت کرد تمام بندیزها و ای محاصرات و ای چیزایی که ټکس هایی که امریکا سرش مقرر کرد هیچ چرتش خراب نشد. پیسیش به مثابت کاغذ ساده و به مثابت کا جور شد، کا بی ارزش شد. خب باز هم غیرت از دست نداد. نتیجه شعالی میبینه یا نمیبینه؟ تمام 4 طرف خود زد یا نزد؟ اینو میگن غیرت. و این ممالک عربی، عرب حرمینو با آنها سلام باد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام. خو اما این ممالک موجوده را میگم، مقصد ما اینها هستن. آنها تا کجا امریکا بیایی تو از تو دفاع بکنه، با توسط کسی دیگه خود نگاه بکنی، خود دی توانایی نداشته باشی. ای بیغیرتی هست یا نیست؟ ای بیغیرتی است. ای از خاطر چی؟ راه عیش و عشرت و عیاشی را گرفتن، راه قرآن اعلا کردن، در 4 طرف به شکل خانه کعبه جای جور کرده، از او زنها را رقصاندن یا نه رقصاندن. چقدر توهین و چقدر بیعزتی. بمی رام بمی زنای سربرهنه و زنای لوچه پیشرویش استاد کردن یا نکردن؟ دیگه بیغیرتی چرا میگه؟ به هر حال گپ ما دیگه طرف رفت. پروردگار این دعا کرده باشی، ای تو نگوین که جنگ با شیعه است، این تبلیغات کفر است، تبلیغات آنها است که تو را تقسیم کرده برا و زده برا. نی جنگ آنها با اسلام هست و انشاءالله که اسلام پیروز بود و پیروز هست و امریکا نابود هست. کت اسرائیل و کت دیگه هم پیمانش نابود بود و انشاءالله که نابود هست. ایره همیش دعا کنین الله نابود بسازش، آمین بگوین. تمام دشمنان اسلام الله نیست و نابود بگرداند. ای تو نگوین که شیعه و سنیست، او به این هم نمیشناسا، او به نام اسلام میشناسا. حالی در مقابل صحیح درست است شیعه یگان مشکلات عقیدوی دارن، یگان شیعه عقاید کفری دارن. خو اما به طور عموم نباید ما بگوییم که شیعه کلش کافر است و مشرک است. بسیار شیعه، بسیار گروه در شیعه خواهد بود که و عقاید کفری و شرکی را نداشته باشند. چگونه میشه که تو فتوی تو آوایی میتی که کل شیعه کافر و کل سنیه مسلمان؟ بسیار مردم در این سنیه هستند که عقیده کفری خواهد داشته باشند. او را باید چطور میکنی؟ نام سنی را مسلمان کردی و نام شیعه را کافر کردی. نه، کس که عقیده شرکی و کفری داشت تحت هر نام بود و با خود هر چیز میگفت و با هر مملکت و با هر قوم تعلق داشت، عقیده شرکی و کفری داشت و مشرک و کافر است. کسی که عقیده شرکی و کفری نداشته باشه، تحت هر نام باشه و از هر مملکت و از هر قوم باشه، هیچ مشکل نداره. باز با وجود مشکلات که هر نوع مشکلات هم داشته باشن شیعه، حال در مقابل اسرائیل و در مقابل امریکا است. شهید هستن یا مبارزه اینها بر حق است. الله پیروزی و کامیابی نصیبشان بکند. در این موضوعات که بسیار دامن میزنن غیر مقلدین و وابیا، خدا یارا هدایت نصیب بکنه. ایجاد گروه بخاطر از امی اختلافات شده. این وقت حساس، وقت یزی گپا نبود. زمانی که فلسطین و اسرائیل درگیر شدن 3 سال پیش یا 2 سال پیش، امو وقت منها اعلان کردن که جهاد نیستی، جنگ است، یک فساد است. بسیار مردم شریر تا که تفرق اندازی کنند بین مسلمان ها. خوی را بیاد داشته باشین، یا از جایی که استناد میکنن، از جایی که یا در ضد شیعه ها فتواهای کفر و شرک صادر میکنن. علامه ابن تیمیه هست، المنهاج، او کتاب داره، منهاج السنه، او کتاب داره در 4 جلد در ضد شیعه نوشته کرده. او هم در اوجه ای قطیز نمیره
یک از حد تیر نمیشه چقدر که این وهابی موجوده تیز میرن. او هم در اوجا گفته که اگر در مقابل مشرکین و کفار این جنگ و درگیر باشن ما طرفداری کی را میکنیم؟ شیعه را میکنیم. این از قرآن هم معلوم میشه. غلبت الروم، الله در سوره روم میفرماید در او زمان این رومیا که بودن یا اهل کتاب بودن، یهود و نصارا بودن و در مقابلشان که می جنگیدن آنها آتش پرست و مجوسیا بودن. زمانی که مجوسیا پیروز می شدن مشرکین مکه خوش می بودن و اگر زمانی که اهل کتاب پیروز می شدن مسلمانان خوش می شدن. الله این را تایید کرد. حتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه باز شرط مان کرده مشرکین مکه که انشاءالله که در چند سال آینده اهل کتاب یهود و نصارا پیروز میشن و پیروزشان بگرداند. کامیابی الله نصیبشان بکند، کمکای غیبی الله نصیبشان کند. انشاءالله که کامیاب هستند میدان ایران برده. آلی او رای خلاصی خود پیدا میکنه که چطور آلی ای در دنیا نشرمه، ای شرم خود چگونه پود کنه. میگه هر چیزش خراب کردیم، هیچ چیز نمانده. دفعه دیگه هم گفته بود که کلی یوتیوبش از بین بردیم. خیلی که از بین برده بودی دیگه دفعه دوم چی میکردی که میآمدی؟ این بسیار دروغگوستن. یا و باور با یگان تلویزیونایی که طرف یزوا گپ میزنن اینترنشنل است یا چی؟ این را نبینین. این اینترنشنل اینتر شیطان است. این به طرف یزوا گپ میزنه. کلش چینلای خودتان ببینین که از حقیقت آگاه شوین. کسایی که فکر و مفکوره اسلامی دارن از آنها آگاه کنین خود را. و خب بخاطر ازی که شرم خدا لی پت کنن از جهان از دنیا رسوا شد. میگه هر چیزش خلاص کردیم دیگه خلاص. هر چیزش خلاص شد. نه دروغ میگه کلش. ایران میگه که تا 10 سال دیگه ما آمده هستیم بجنگیم. الله قوت و توانایی نصیبشان کنه. آمین بگوین.